کریسمس، جشن شاد و پر جنب و جوش سال نو میلادی. میلیون ها آدم توی دنیا این عید و جشن میگیرن. اما مثل هر مناسبت و ایام دیگه‌ای، کریسمس هم فقط وقتی از دور بهش نگاه کنی یه مناسبت ساده به نظر میاد و یکم کنکاش و جستجو کافیه تا به ریشه ها و واقعیت های ترسناک این عید پی ببریم. توی این ویدیو با هم درباره چند تا از رازهای شگفت‌انگیز کریسمس حرف میزنیم. درود به دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال خودتون خوش اومدید. همونطور که اول ویدیو هم گفتم میخوایم درباره کریسمس و رازهای خاصش و افسانه‌های ترسناکش صحبت کنیم. پس آماده باشین که ممکنه این ویدیو خیلی از باورهاتون رو تغییر بده. اول یه تاریخچه کوتاه درباره ریشه‌های کریسمس میگم، بعد میرم سراغ بخش اصلی که مربوط به افسانه‌های ترسناک این عیده. اما قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، تبریک میگم به همه دوستانی که دارن ویدیو رو میبینن و کریسمس رو جشن میگیرن. امیدوارم که سال خوبی براتون باشه. بریم سراغ ویدیو. برای موشکافی هر موضوعی اول باید ببینیم از کجا و کی ریشه گرفته. شاید خیلی از ما تا حالا از خودمون نپرسیده باشیم اصلاً فلسفه کریسمس دقیقاً چیه و از کی شروع شده؟ آیا همونطور که تصور میکنیم روز این عید یعنی 25 دسامبر واقعاً طبق تاریخ تولد عیسی مسیحه؟ جواب این پرسش رو نمیشه توی یکی دو کلمه خلاصه کرد. باید سفر کنیم به گذشته و برگردیم به دوران باستان، به زمان شکوه امپراتوری روم. اون دوران هنوز آیین مردم روم چند خدایی بود و باور سفت و سختی به آیینشون داشتن، در حدی که ما بعد از گذشت حدوداً 2000 سال هنوز میدونیم که نقش خدایان چقدر توی زندگیشون پررنگ بوده و روی رفتار و گفتار و باورهاشون چه تأثیر بزرگی داشته. اتفاقاً همون زمان فقط در یک جای دیگه پیامبری اومد که دینش یکتاپرستی بود، عیسی مسیح. دین مسیحیت با سرعت خیلی زیادی جای خودشو بین مردم پیدا کرد و تا جایی پیش رفت که حتی امپراتوری روم باستان هم دین رسمی خودشو مسیحیت اعلام کرد. اما رسم کلیسا و مسیحی ها اصلا این نبود که سالگرد تولد یک شخص رو جشن بگیرن. پس روز تولد عیسی مسیح یا همون کریسمس چه ریشه‌ای داشت؟ تا قرن 4 میلادی این عید توی مسیحیت نبود. حتی توی بخشی از کتاب انجیل که مربوط به زمان تولد حضرت عیسی نوشته شده مادرش یعنی حضرت مریم درخت نخلی رو تکون داده تا خرمه‌های رسیده کنده بشن و بیفتن. پس این فصلی که توی انجیل غیر مستقیم بهش اشاره شده مربوط به اوایل پاییز تا اواسط پاییزه، یعنی زمانی که خرماها رسیدن و در حدی که از درخت میافتن به راحتی. پس این نشونمون میده که زمان تولد مسیح بین اوایل پاییز تا اواسط پاییزه. پس جواب سوالمون کجاست؟ امپراتوری روم. یکی از خدایان مختلفی که رومی‌ها قبل از مسیحی شدن میپرستیدن خدای خورشید بود، سول اینویکتوس. خدایی که مدت‌ها بود فراموش شده بود و فقط یکی دوتا فستیوال کوچیک به اسمش برگزار میشد. اما زمان امپراتور اورلیان همه چی فرق کرد. قرن 3 میلادی بود که این امپراتور دوباره اسم این خدا رو زنده کرد و 25 دسامبر رو به عنوان روز تولدش انتخاب کرد و از اون به بعد رومی ها روز تولد اون خدا رو جشن گرفتن. بعدان وقتی توی قرن 4 میلادی مسیحیت به روم رفت، کلیساها تصمیم گرفتن همون 25 دسامبر رو برای عید میلادی هم انتخاب کنن و روز تولد عیسی مسیح رو توی همون روز جشن بگیرن. بنابراین تاریخ تولد خدای خورشید در روم باستان و البته در کلی تمدن‌های قدیمی‌تر تبدیل شد به روز تولد عیسی مسیح و کریسمس متولد شد.
البته توی تاریخ همه تمدن‌ها یه ویژگی‌های مشترک و آیین‌های مشترکی با هم دیگه داشتن و این چیز عجیبی نیست. اما بریم سراغ بخش اصلی و جالب ماجرا، افسانه‌های ترسناک مربوط به کریسمس. هممون با بابا نوئل آشنا هستیم که توی خیلی از کشورها بهش میگن سانتا، بعضی جاها بهش میگن سینت نیکولاس، موجود مهربونیه که برای بچه‌ها هدیه میاره. اما بابا نوئل فقط یه چهره مهربون نداره. برای بچه‌هایی که شیطونی میکنن توی کشورهای مختلف یک بخش تاریک و ویژگی ترسناک هم از سانتا وجود داره که میاد و اون بچه‌ها رو تنبیه میکنه. این موجودات ترسناک رو میخوایم بریم توی کشورهای مختلف ببینیم چی هستن و ریشه هاشون کجاست. بذاریم با اولین و ترسناکترینشون شروع کنیم و البته خشنترینشون، هانس ترپ. کسی که یک زمانی انسان بود اما طمعش برای قدرت و ثروت بیشتر اونقدر زیاد بود که دیگه از خودش بیخود شد و روحش رو به شیطان فروخت و تبدیل به مترسک ترسناک و متحرکی شد که توی جاده های متروکه و توی جنگل ها دنبال قربانی میگشت و بچه هایی رو که گم شده بودن یا سر راهش قرار میگرفتن به طرز فجیعی نابود میکرد و میخورد. این موجود ترسناک قصه ایه که برای بچه های فرانسوی میگن و میگن اگر شیطونی بکنین هانس ترپ موقع کریسمس میاد و همچین بلای ترسناکی رو سر شما میاره. اما ریشه داستان هانس ترپ کجاست؟ حدود 400-500 سال پیش یک مرد اشرافزاده آلمانی که به فرانسه مهاجرت کرده بود و خیلی نامدار بود و حتی نشان شوالیه رو دریافت کرده بود، یک قلعه رو هدیه گرفت و خیلی مورد توجه مقامات و مردم بود. اما این وسط کلیسا باهاش مشکل داشت، چون که این مرد یه خارجی بود و اهل فرانسه نبود. خیلی کشیش ها بهش سخت میگرفتن تا جایی که اسقف بزرگ اون کلیسا اعتراض کرد به حاکم اون منطقه و خواستن که قلعه رو از اون مرد پس بگیرن و خیلی عرصه رو بهش تنگ کردن. اما اون مرد کسی نبود که عقب بشینه و به فکر انتقام نباشه. بنابراین هانس ترپ تصمیم گرفت رودی که از توی زمینش رد میشد و میرفت به سمت زمین های کشیشا ببنده، راه رود رو تغییر داد و یک سد جلوش بست تا جایی که اون سد پر از آب شد و سرریز شد به زمین حدس بزنیم اسقف اعظم و اینجوری بود که کل زمین آب برد و محصولات نابود شد و اون شخص به خاک سیاه نشست. در نظر کلیسا هانس ترپ تبدیل شد به یه همچین موجود ترسناک و عجیب. اما بریم سراغ ایسلند، سرزمینی که مردمش خیلیاشون از نواده های وایکینگ هستن، از نسل وایکینگ هستن و به سرسختی مشهورن و داستانهایی هم که برای بچه هاشون میگن نشون دهنده همین قضیه هست. توی ایسلند یک گروه از موجودات ترسناک وجود دارن که بچه های بدو مجازات میکنن و به اسم یول لدز یا بچه های یول میشناسنشون. یول به زبان اون کشور به همین عید زمستانی و عید کریسمس گفته میشه و بچه های یول هر کدومشون یک ویژگی هیولاگونه‌ای دارن. یکیشون به دستش قلاب داره، یکیشون حیوانات رو میدزده و قلع و قم میکنه و هر کدومشون یه جوری به بچه ها آزار میرسونن و اینا با والدینشون، با پدر و مادرشون توی کوهستان‌های ایسلند زندگی میکنن و پدر و مادرشون هم دیوهای ترسناکی هستن. بچه‌های ایسلندی باید این قصه ها رو تحمل کنن در طول سال و بچه‌های خوبی باشن تا مبادا بچه‌های یول سراغشون نیام. اما بریم سراغ آخرین موجود ترسناک کریسمس که از قضا از همه‌شون هم مشهورتره و برای همین گذاشتمش آخر لیست، کرامپوس. موجودی که به شکل بزه و شاخهای پیچیده و ترسناکی داره به شکل قوچ و هیکل خیلی هیولاوار و پر از پشمی داره و یک شلاق هم داره که از جنس چوبه و بچه‌های بدو باهاش تنبیه میکنه. این موجود رو دیگه توی همه کشورهای مختلف میشناسن و البته ریشش از آلمانه. حتی خود کلمه کرامپوس هم ریشه آلمانی داره و
حداقل برمیگرده به 600-700 سال پیش طبق شواهد و مدارکی که هست. اما یه فرقی که با بقیه هیولاهای کریسمسی داره اینه که خیلی پررو با خود بابا نوئل میاد و همزمان که بابا نوئل داره به بچه‌های خوب هدیه میده، کرامپوس بچه‌های بد رو تنبیه میکنه و خیلی مسالمت آمیز با همدیگه میان و با همدیگه هم میرن و اینش خیلی جالبه. اینم از هیولاهای کریسمس. اما گفتم که یه چیزی آخرش میخوام بگم که خیلیاتون رو شوکه میکنه. به نظرتون چیه؟ درباره خود شخص بابا نوئل. بابا نوئلی که ما الان میشناسیم با اون لباسهای قرمز و حاشیه‌های سفیدی که داره و خیلی چهره دوست داشتنی داره، یک پیرمرد مهربونه. اما این چهره کی خلق شد؟ قبلا همچین چیزی وجود نداشت. سال 1931 شرکت کوکاکولا برای کریسمس یک تبلیغی انجام داد که بابا نوئل رو توش این شکلی تصویر کرده بود و قبل از اون بابا نوئل هیچ تصویر مشخصی نداشت، هرچند روی پیرمرد بودنش همه توافق داشتن. اما قبل از اون هر کسی به یه شکل میکشیدش، حتی بعضی وقتا با یک چهره جدی و عصبانی، حتی بعضی وقتا به چهره یک الف با لباسهای قبیله‌ای آلمانی و هر کسی به یک شکلی میکشیدش، حتی یک پیرمرد جنگلی و هیچ کس نمیدونست واقعا سانتا یا همون بابا نوئل چه شکلیه. جالبه که یک تبلیغ چه تأثیر گسترده‌ای توی کل دنیا داشته و از سال 1931 بابا نوئل رو هممون به اون شکل میشناسیم. واقعا قدرت رسانه فوق‌العاده است. حتی همونطور که توی داستان هانس ترپ دیدیم که چطور یه آدم عادی که فقط میخواسته زندگیشو بکنه تبدیل به یک هیولا شده. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینم از رازهای کریسمس. مطمئنم خیلیاشو نشنیده بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و کامنت و سابسکرایب اصلا یادتون نره. ویدیوهایی تو راهه که حتی فکرش هم نمی کنین. خیلی زود میبینمتون.